سلام دوستان. وقتی ویدیوی از آسمان باریدن بقلاجان رو دیدم و گفتگو کردم فهمیدم که این ویدیو دروغ بوده است. اما آیا هست چیزایی که واقعا از آسمان باریده باشه؟ بله هست. نمونه‌های جالب رو یافتم. شما به کانال ما خوش آمدید. امروز سراغ باران‌های عجیب می‌رویم. لایک ماندن، اعضا شدن و زنگولچه رو پخش کردن رو فراموش نکنید. дар вақти коронавирус бояд чӣ кор кунем? Дар хона нишинем ва ба гигиенаи шахсӣ риоя кунем ва инчунин ҳамроҳ бо 1x ғолиб шавем. Футболҳо бар вақти дигар гузаронида шуданд, аммо киберспорт идома дорад ва барои дар он ғолиб шуданатон бо промокоди Nekatop дар аввалин пардохтатон шумо метавонед то $100 тӯҳфа гиред ва дар силкаи дар зери комментария буда даромада ҳамроҳ бо бозии виртуалӣ ғолиб гардед. خب مورد یکم، قورباغه. قورباغه‌ها موجودات عجیبی هستند اما از آسمان باریدنشان باز عجیب‌تر است. این واقعه سال 1998 در انگلیس در جنوب لندن روی داده. قورباغه همراه با باران به زمین ریخته است. در کتاب انجیل باریدن قورباغه را از آسمان را قهر و غضب خداوند گفتند، اما دانشمندان سبب این را گردبادهای آبی میگویند. وقتی طوفان‌ها روی دریا به وقوع میآیند و در آن آب قورباغه هم باشد، پس آنها همراه گردباد به آسمان رفته، سپس با کم شدن سرعت شمال به زمین میریزند. با این حادثه نه همیشه به وقوع میآید و خیلی هم عجیب به نظر میرسد. شای پروازی. استرالیا کشوری است که از آدم دیده آنجا حیوانات بیشتر زندگی میکنند. حرارت هوا در تابستان آنجا خیلی زیاد است و در این گرمای طاقت فرسا آدمان در خانه زیر کندیشنرها یا در لب دریاها استراحت میکنند، اما حیوانات راهی ندارند و مجبورند در این گرما طاقت کنند. آخرهای سال 2018 گرمای هوا به درجه بلند شد که حیوانات طاقت نکردند و موشهای پروازی از آسمان به زمین افتاده مردند. این جانوران طاقت گرمای زیاد را نداشتند و در این سال 100,000 موش پروازی مرده بود. توپ گلف. یک صبح سال 1969 در پانتاگاردا در فلوریدای امریکا مردم با صدای باریدن توپ‌های گلف از آسمان از خواب بیدار شده حیران موندند. چند وقت بعد محققان به خلاصه آمدند که در پانتاگاردا زمین‌های بازی گلف زیاد است. شاید در آن منطقه گردباد روی داده، توپ‌های زیاد را با خود به هوا برده سپس به سر مردم باریده است. تورتنک. این زمین سفید برف نیست، بلکه تورتنک‌هایی است که در گلبرن در جنوب استرالیا روی سر مردم باریده بود. سال 2015 تورتنک‌ها با تورهایشان روی سر مردم فرود آمده زمین و خانه‌ها را پر کردند. این پدیده نو نیست و این حادثه در استرالیا چند بار رخ داده است. تورتنک‌هایی که جای زیستشان را عوض کردن می‌خواهند با بالاترین نقطه درختان برآمده با تورهایشان چتر می‌سازند و وقتی که شمال می‌شود آنها را با چترهایشان به هوا پرانده می‌برند. آنها نمی‌دانند کجا می‌روند و می‌گویند که خدایا به هر جا که می‌روی راضیم. حادثه در همه جای دنیا به وقوع می‌آید، اما اینکه میلیون‌ها تورتنک یک جا به پرواز برآمده در یک جا فرود آیند بار اول اتفاق افتاده چیزی عجیب به نظر می‌رسد. کرم. سال 2015 دانشمندان نروژی از ریختن کرم‌ها از آسمان در جنوب این شهر حیران شدند. این اتفاق را یک معلم بوتانیکا که در روی کوه به لیژرانی مشغول بود کشف کرد. او گفته است که وقتی روی کوه کرم زیاد دیدم فکر کردم که از زیر زمین برآمدند، اما با این ارتفاع بلند چه خیلی کرم به بالا میبراید. برای همین فهمیدم که از آسمان باریده باشد. همان روز از دیگر منطقه‌های نروژ خبر رسید که مردم باریدن کرم از آسمان را مشاهده کردند، اما برای کارشناسان این پدیده نو نبود و در چند شهر دیگر این حادثه به چشم رسیده بود و سببش را گردبادهای آبی می‌دانستند. ماهی. ماهی‌های پرنده در دنیا وجود دارند اما آنقدر بلند نمی‌پرند که در بین شهر فرود آیند. سال 2014 در قشلاق در سریلانکا مردم شاهدی ریختن باران همراه با ماهی بودند. مردم حیرت زده شده بودند. سبب آن نیز گردباد روی دریا بود. در اثر گردباد روی دریا ماهی‌های خرد و سبک به هوا پریده سپس به زمین می‌ریزند و این حادثه روزی توی برای پیشک‌ها خواهد بود. گوشت. ماه مارس سال 1876 در شهر الیمپیا در امریکا واقعه عجیب اتفاق افتاد. از آسمان پاره‌های گوشتی 5-10 سانتی متری ریخته بود.
پاولی یکی از ساکنان آن شهر پر گوشت شده بود. یکی از ساکنان آنجا گوشت را چشیده گفته است که مزه گوشت گوسفند یا گوزن دارد، اما پس از بررسی ها در آزمایشگاه به خلاصه آمدند که این گوشت به شش اسب یا نوزاد آدم مانند است. بعد فرضیه های زیاد عاید این باران برآمده بود که گویا لاشخوران گوشت اسب را خورده قید کرده‌اند، اما تا حال کسی سبب اساسی این باران گوشت را نمی‌داند. باران خونین. باران به صورت عادی چیزی طبیعی است، اما سال 2014 در شهر زامیرو در اسپانیا بارانی سرخ بارید که همه را ترساند. در مدت کوتاه همه جا پر از باران سرخ شده بود و مردم ترسیده بودند. مانی مذهبی باران خونین را مجازات و غضب خداوند نامیدند و برخی دیگر سببش را در آلودگی هوا می‌دانستند. پدیده باران خونین سال 2001 در شهر کیالا در هندوستان هم به وقوع آمده است. پیشتر سبب این باران را گرد و غبار هوا یا وجود اکسید آهن در هوا می‌دانستند که هنگام باریدن باران رنگ آن را سرخ می‌کند. اما پس از آزمایشات در دانشگاه سالاماندرا فهمیدند که در هوا قارچ‌های سوخته می‌شوند که در اثر ریاکسی‌های شیمیایی رنگ آن به سرخ مبدل می‌شود و باران را سرخ می‌کند. خب نظر شما در این باره چیست؟ فکرتون رو در کامنتاری نویسید.